کنیم دستگیر شدگی هستند نسبت پدر و مادر اونها 3273 مورد مسئول رسیده شده است. برای چرا جویی تحصیل رسانی خیلی خوب شده است که در این سمت اشتراکی نوجوان در چنین جایها خیلی کمتر شده است لیکن پسنده نیست و با فکر من تمام جامعه تمام مردم و شخصانی که خیلی مسئولین همونطور مردم امامت کافی و جایهای دلخوشی شبانه باید مسئولین باشند که فرزندان ما پیشگاه شده در چنین نمایش‌های ضررآور اشتراک کمتر. یکی از وظیفه‌های مهمترین امروز همه مقامات‌های اجرایی و مخصوصا مقامات دولتی پیشگیری و نمیش شامل‌شوی جوانان و گروه فعالیت‌های می‌باشد. ما تمام رو واسطه تمام امکانات‌ها تمام قوا و استان سربر آن هستیم که ما پیش از همه پیشگیری که شامل‌شوی جوانان و این گروه کم شود اینم کاهش یافته است. خیلی کاهش یافته است. مردم خیلی خوش‌طور شدگی هستند از آن حالتی که مردم گرفته می‌کنند گروه علایده را بوده با گروه‌های منظم جنایتکاری تروریستی می‌نویسند و عاقبتش دهشت و چندین نفر ما 40% بوده. امسال فقط 13 نفر پشیمان‌ها از کردارشون برگشته آمدند و خیلی تعداد پشیمان‌شدگی در این گروه خیلی زیاد است که برگشتن اونها برگرداندن اونها خیلی مشکلات را ایجاد می‌کند و ما باز کوشش کرده ایم که در این رو تمام کوشش کمک کنیم برگردانیم و انجام کسی که اختیاراً برگشتن می‌باید موافق قانون‌گذاری جمهوری‌اسلامی انجام دادن آزاد است. البته می‌دونید. خلاصه کاهش یافته است مردم آگاه شده است. این سال 13 نفر و سال گذشته 70 نفر اختیاراً از چنین دولت‌های جنگ‌زده برگشتن و دولت و وطن برگشته آمدند. در این جزء خیلی کارهای زیاد ادامه دارد فکر می‌کنیم که می‌توانیم با چندین نفر از این حادثه‌های ننگین برگردانده و وطن برگشتیم. اون چیزی که در دولت همسایه ما گذشته شده است خیلی متشکل است خیلی مشکلات‌ها است می‌دونید جنگ‌ها رفته شده است گروه‌های تروریستی اکستریمیستی گوناگون در این قلمرو افغانستان جای گرفته‌اند و خودی کوشش‌های دولت خیلی با خرج بودیست است که متعلق در انتشار و وقت بازار لیکن خیلی مرتب است. بعد یک زمانی عملیات‌های مخصوصی ضد تروریستی در عملیات‌های جنگ‌زده سوریه و عراق روی از این جنایتکاران گرفته آمده و قلمرو افغانستان شامل شده هستند و ما در همکاری خیلی کارها با انجام رسانیدیم و تمام سیستمی در سرحد پیشروی گذشتن این جنایتکاران را پیش‌رو شدیم. همه شروع را دیدیم و همه مقامات اجرایی در سرحد کارهای پیشگیری و رهبری و محافظت را خیلی ما برای آماده هستیم. سبب بی‌ضرر گردانی نزدیکان گروه‌ها تعلیم در بازداشت برادران او شهر بودیم. نزدیکان این شخص می‌دونیم خواستند و افغانستان فرار کرد در کارگروه‌های تروریستی اکستریمیستی فرار شامل شود در نزد سرحد دستگیر شد وقتی که نسبت کارمندان میلیسیا تحلیل کردن و استفاده کردن سلاح یکی از کارمندان ما زخمی وزین گرفت و در بستری است در بیمارخانه کارمندان ما مجبور شدند که سلاح استفاده کنند و معلوم بود که در دست همه آنها سلاح تیار بودند که نسبت کارمندان ما سلاح استفاده کنند کارمندان ما را بنویسند. برای ما 4 نفر بی‌ضرر کردند و 3 نفر دستگیر شده است معرض شده است و اون حادثه‌ای که نسبت کارمند گروه‌های امنیت ملی در شهر کلام این همون گروه اطلاعات‌گرای اعضای دولت اسلامی خواستند کارمند مقامات اجرایی خدمت‌گزار فعال‌تر رسانند با کار زیاده است قریب 20 حالت کار دادن زخمی کردن دولت وزنی بستری شد لیکن ما 5 نفر از اعضای این گروه دستگیر کردیم و ما بیخواه همه حالت‌هاش معین شد در وجه‌آوری کشته شد. برای چی نام کارکن فیلاری گروه تعلیم و ایدوخت کارکن بیروی نزد تلفن دیده شد. نیست نمیشه جنایتکاری وقت نیست میشه این جای کاری خودی تلفن است چون که وقت معین اگر که
пайдо бошад дар вақти ҳолати гузаштани вақти муайян дар маҳзан вақти нон мегзарад, лекин тамоми давлатҳои сохторҳои теҳкунӣ, тамоми давлатҳо ин маҳзани махфиро бино рушад назорат мекунанд, барои дастгирӣ карданашон маълум ҳастанд. боиди як нафар романда кирокаш ки дар дасти бинои ҳукумати шаҳри Чанбе қасд худкушӣ намуд. ягон кирокаш набуд, ягон романдаи таксӣ набуд, 10 бор буд. шахсе буд ки проблемаи оилавӣ шуд, оилааш дигари кардан буд. шахси носолии оилавӣ буд ва як маротиба гуфтем соли 2009 барои фаҳмиднокушои оилавӣ хонаи хушомадӣ фурӯхтан шуд ва ҷойгоҳи ҷиноятӣ сол маълум шуда буд. Гарчанде бештарам аз ҷазо гузор шуда баромад, лекин ин маротиба маълум як проблема дошт бовосад ва ҳамон ҳолати оилавиш хост чакар шуд. Ягон проблема набуд. Мо ахбор додем, гуфтем ин ягон таксист нест. Таҳвил қабул кардем. Ягон вақт таксистам кор карда нест.